90% мардуме ки ин рӯз мо нишон додем ака манзарат ма камака ғазабнок шудам пеш ҳама шумо манзарат мепурсам. Не бародарони азиз, дар зиндагие ки ту имрӯз дар чӣ ҳол ҳастӣ, ман гунаҳгор нестам, ака було гунаҳгор нестай, як шахси дигар гунаҳгор нестай, гунаҳгори асосӣ 28-уми ҳамин моҳ гуфтан ки алҳамдулилла соати 5 намоз мешавад. Мо ҳичи накардем, ягон дузӣ накардем. ҳамон ашёҳое ки алҳамдулилла аз дигар ҷо мегирем, чени ризқу рӯзӣ ҳамчун тибқи суннат мемонем, ризқу рӯзи фарзандаконмона, нафақаи падару модармона алҳамдулилла ҳамиҷа кор мекунем, ягон дузӣ накардем. Субҳаналлоҳ. вазъият актон медонад ки дар федератсияи Россия чиқалай ҳар чизе ки мо мекунем бародар меҳмонем дараҷа хубтару беҳтарш одоба ба ҷо берем, чунки редои вазимнай ба ҳамин хотир омадем намоза мехонем о саҳак мерем аз пай идгардаи хидмон хона ёру бародаро да мешем. Як ҳазар тук дуро 10 та комментария хуб навис, як та дигар дурай лайк мара комментария хуб нависа, дигар миллат медурад талхаш мекафа. Тамом ин масҷид пуршида буд, саҳни масҷид. На дидам ки тоҷик руса гапзанира ёд додага руса чампул мега. Воқеан дар мулки ғарибӣ худмон як дарди калоне, як дарди калоне ки дорем, худаш ҳамин номи ғарибия бародаро. Ба ин хотир мо агар дараҷаи якдигармона дастгирӣ кунем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ин саҳне ки шумо мебинед саҳни масҷиди Санкт-Петербург, масҷиди Сеной мебошад. Алҳамдулиллоҳ ки мо намози ҷумъаро бо ҳамроҳи Раҳимҷон ва инам бародарое ки мебинед хондем. Алҳамдулиллоҳ дар ҳаққи шумо дуо кардем. او دعایی که امام کردن ما آمین گفتیم این بود که قرضدارها را از قرضها آزاد، زندانی ها را از زندان آزاد، به فرزندان و فرزندان صالح صالحه، دردمندان شفای کامل، غریبان را هر جایی که هستن الله حفظشان بکنه دعا کردند و ما آمین گفتیم. بله دوستان عزیزی، اولین باره که در مسجد پیتر ما برنامه نوبتی خود آغاز میکنیم. یک برنامه میشه که اینجا بسیار خوشحال شدیم که همه برادرای ازبک زبان، تاجیک زبان خودمون وقتی که میداره یک معامله، یک دستگیری خوبه و اومد ایدم مولا در اینجا گپ زد که کی میشه و حاضر همه شفره به شما میفهمونیم. هر یک نفر که در اینجا کار و فعالیت میکنن در همین مسجد سهم خشک گزارشتگی هم برادرایی که در روز سری جمعه خدمت میکنن، خداوند خدمتشون به درگاه پاک الهی نصیب گردونه که امروز یک روز شد که بهترین روز شد که در مسجد پیتر با زبان تاجیکی حرف میزنن برادران خدمت، یک مهر محبت، یک چیزی اولی جناب شد. همین خلاص یک تابلو. بله 28می همین ماه گفتن که الحمدلله ساعت 5 نماز میشود و به همه برسونیم، چون که فرض است که ما هر یکی مسلمان برادر مسلمان به نماز دعوت بکنیم. 28 ایون ساعت 5 سحر نماز میشود و امام گفتن که همون مدنیت و معرفت نوکی تاجیکی را، مدنیت معرفت نوکی اسلام ما باید به جا بیاریم. در دست ما سمکه نگیریم، فقط یک جای نماز گیریم برای نماز خواندن و داکومنت های خود را گیریم و خلاص، دیگر یگان چی لازم نیست. بله برادران عزیز، این هم به کدام خاطر بود دوستان عزیز که وضعیت اقتان بدونه که در فدراسیون روسیه چقدر هر چیزی که ما میکنیم برادر مهمون درجه خوبتر و بهترش آداب به جا بیاریم، چون که ردای وزینه با این خاطر اومدیم نماز میخونیم و ساعت میریم از پای ادگرده خدمت خانه یارو برادر دا میشیم بهتر خوبتر میشه و ان شاء الله. بله برادر، هر جایی که باشیم ما باید آداب مهمانداری را به جا بیاریم برادران. و این است که عید قربان الحمدلله یک عید است که سنت ابراهیم خلیل الله می باشه. الحمدلله یک مهر و محبت قطعی بعد از نماز حتما که هر چیزی که میخواین خیر بکنین، اگر قربانی باشه ذبح بکنید، گوسفند از 1 ساله بالا، اگر که بوز باشه از 2 ساله بالا، گاو باشه از 2 ساله بالا و این چنین دیگرها خیر. اگر که یگان چیزی کمتی باشه با از دیگرها پرسین. هر چیزی که شنیدیم الحمدلله برای شما گفتیم و در دیگر شهرها نمیدونیم که معلومات نداریم. هر کدری که فهمیدین در زیر کامنتر بنویسین که در وطن عید کی میشه و ساعت چند میشه، در کدام شهری که هستین در زیر کامنتر حتما بنویسین و او برادرای دیگه چی بکنن آگاه باشن از اینها. بله ساعت 5 این نماز در پیتر دوستان عزیز، در مسکو در تاجیکستان ایناشون نمیدونیم، خوبتر و بهترش اول پرسنت خوب میشه دوستان عزیز. حاضر میریم دیگر معلومات را نیز برای شما پیشنهاد میکنیم. الله نگهبانتون باشه. رفتیم اینا برآمدن راسری مسجد باور که اینجا یک عجایباتی بود. همه برادرها همه تاجیکی اون حرفایی که میگن ای بچه بیا 100 سوم 50 سوم عجایبات باور که یگان مایده هیچ نمیتونید در خدمت در بازار کارون هیچ کرده. باور که 90% انسان ها همین کارگرای همین بازار تاجیکا میباشن. الحمدلله میگیم که در همین سنوی، در بازار سنوی میگن در سنت پترزبورگ از همه بازاری بگیم ایزوستی همین جایی که برادرای تاجیک خودمون 90%ش قریب تاجیکای خودمونه. ما هم کوشش کردیم که الحمدلله همینجا نماز بخونیم. مسجد داره، همینجا بازار داره، بازار میوگی داره، بازار لباس داره. ما هم همینجا کشیدیم جمعه که برادران خودمون بیان خصوصا هم صحبت شویم و در خدمتشون باشیم. بله دوستان عزیز،
نه دیدم که توجی گروش گابزنی را یاد داده گروش چامپل میگه عجایباتی بد کرده گرد خیلی یک شان شرف ما برادران عزیز باز میگم که باید ما فخر کنیم که اینقدر بزرگ در دست همه برادرای تاجیک همه تاجیکا مثال در اینجا رکابادید میکنن و فروشی میکنن این هم یک دولت ما به خدا قسم اگر بسیاریاش میان روسی را نمیدونن میای فکر که در فدراسیون روسیه میگه که گیلاس چانس ما با توچکی جواب میده باور میکنید چقدر خوب بهتره سودا هم یک از سنت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم که بسیاری از برادران ما در این بازار دیده میشود که سوداگر هستند نه اینکه عربکش به مثل چند سال ها پیش بودن من نه است که عربکش گروشی بسیاریش سودا میکنن خوش به حالشون که مثلا تاجیکای ما الحمدلله با جایهای رسیده هستند برنامه کوشش و غیرت و دستگیری همدیگرشون خداوند دعا میکنیم که هر جایی که باشه پیش از همه ایمانتون به قوی بگردونه و انا مهر و محبتتون نسبت یکدیگری زیاده بگردون دعای ما هم بنده همین است بله دوستان عزیز برای همه وقت کوشش میکنیم که یک چیزی بس همه شما برسونیم بهتر و خوبتر باشه و ما تصمیم گرفتیم که فقط پیشرفت برادر تاجیک گپ بزنیم که بسیار وقتا برادران مونده شدن به یک چیز امید دارن که همه وقت مرده همه وقت جنگ همه وقت همه سرکن و پیشکن همه وقت گریز همه خیلی دوستان عزیز بعضی چیزهای برای برادرها در طور که موتیواسیشون شود زندگی را بقپن امید کنن که ما هم خیلی صاحب کاری کلان هم خیلی آدمای پر تجربه میشیم در زندگی بله برادر جان الحمدلله این بازار هم تمام شد بازار کارون چای بوده بازار سنا سلام علیکم خیلی توفای برادر برای پیتر وردی اون خی ها دینا بگن شدن کو وردن کو ای ماشاءالله چهار توفا چهار نمو مایکای صبر ناوشنیک سرتراش و جای نماز اینا چند نماز اینا یک نماز مون برادران عزیز اینا موشینکا ده نماز این سه نماز مایکای صبر اینا چهار نماز دوستان عزیز یک چیز بسام هر یک کدوم شما برسونیم میگن که جای ننگ جای جنگ برادران عزیز برای چی سخن میکنیم که همین روز وقتی که ما همین گپرام کردنی نبودیم ای بازار برآمدیم حاضر چقدر که نواری درنه پیشینه شما دیدین یک نفرای خطر روپارو شدیم به نوبت ترسان شدیم که 90% مردم پیتر بازارش برادرای تاجیک گرفته بیزنسشون پیش برده سن این خوشبختی و خرسندی یک مونه همه برادران عزیز یا تاجیک در کجای موفق شوه نمیگم ما یا پرچم تاجیکستان میبردارم مثال این خیلی زدگیم یا نام تاجیکستان گفت در این کلمه تاجیکستان برادرای عزیز 10-12 میلیون اهالی میدارن چقدر که نکرد لجا با انشالله سخن میکنه یک نفر میتونه که نام ملت پس بزنه یک نفر میتونه که نام ملت تاجیک مسلمان برداره شما انا مون نفرها روز دیگر من بسیار غضب میکنه با خود بچه خودی خداوند که مرا ببخشه پیش از همه امروز در اینستاگرام یک مفت 4 تا 7 نویس یا نمود نفرت دارد نسبت ما شما این خیلی میکنید شما برای رکلام میکنید سبحان الله 90% مردمی که این روز ما نشون دادیم اگه منظرت ما کمک غضبناک شدیم پیش همه شما منظرت میپرسم 90% که ما دیدیم در همینجا برادرای تاجیک سودا کردن خوش به حالشون برای چی برای یک رزق روزی حلال برای نفقه پدر و مادر از بین همون 90% یکی از اونها ما رحیم جان هم هستیم با الحمدلله میگیم خیلی کمک با قول وزیره بگیم بلاگ گشتیم ما الحمدلله سودای خودمان داریم و این سودا سنت پیامبر ما بهترین برکت سودا داده پیامبر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما هیچی نکردیم یگون دوزی نکردیم همون اشیاءی که الحمدلله از دیگه جا میگیریم چنین رزق روزی همچون طبق سنت میمونیم رزق روزی فرزندکامون نفقه پدر و مادرمون الحمدلله همینجا کار میکنیم و یگون دوزی نکردیم سبحان الله بله دوستان عزیز یک چیز به نهایت ذکر شدیم برای چی برادران عزیز که به خدا قسم ما پیشروی یکدیگرمون نمیخواهیم
به خدا قسم که نمیخوایم هر یک کدوم در یک پستی باشیم میگیم که خداوند همه خیر شود. نه برادران عزیز، در زندگی که تو امروز در چه حال هستی، من گناهکار نیستم، اکه بلا گناهکار نیست، یک شخص دیگه گناهکار نیست، گناهکار اساسی خودمونیم برادر. هر یک کدوم زندگی ما خودمون انتخاب میکنیم در راه خوب بد بیزنس یا مثال مردکار یا یگان کس مجبور نکرده که بره در بالای استرایکا کار که برادران. هر کس مثال تا میفهمم درد داری علم داری برادر جان. لیک اگر همین هجومه همین دعا همین چیزای ما را اگر که ما نکنیم هجومه پیش یار عروس برای کو به خدا قسم میخوام سلام تعلیق نمیگیره قضیه لوبای تشکر کرده دیگه که نه در او مثال ارزان کرده نه چی فورات بگی نه فورات نگه بره مثال برای همین برادر جان کردیم ها یکم با منفیت خودمون برای چی کردیم برادران عزیز که زندگی ما نه روی همین برادران ما نمیتونیم که بیاریم همین خیر شما دابتیم برادران بگیم که به پول بگی برای که برادر حاضی اکه و دادر برای زندگی در این دو کار میکنه پول دو تقسیم میکنه که تو هم زندگی داری ما هم زندگی دارم نمیگه تو کالری پول تو بگی و من معده ایم با همین خاطر برادرها خاک پای هر یک کدوم میتوشم توکای ما یک کمیتر را میبینیم چشم میپوشیم توکای را مایلش گناهگار ما بنده به کمبودی نمیشه و بعض وقت ما در آینه نگاه میکنم کمبودی ما میبینم خودم اخنم شرم میکنم حقی بعض وقت گپای شما حقی شما حق میزنید دکانی ما معلومه آدرس ما معلومه این میروز روز ما عیانه میروز در پیتریم برادران عزیز جمعه شنبه یک شنبه در پیتریم هر کدوم که چی گفتنی داره چی کمبودی ایما هست بیا بگو برادرم تینیم خیلی کمبودی داریم خیلی ما عقب خاک پای تو میشم میگم برادر تو بهترین برادری که کمبودی مرا در اون گفتی و در پشت اکران برادر هم خلاص کرد جان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من کم غضبناک شدم شیطان در دل جدام استغفر الله میگم و هم خودی برادر جان ما دائم میگه که آدرسمون در فلان جا هست رقمای تلفن هم میمونیم یگان کمیتی باشه بنویسین ما حتما میرسه در شما جانم برادران کمیتی باشه بنویسین لیکن دشنام ها ننویسین خود تو که یکم موسو بعضی هاشو پشتی سر میکنیم و او کوسان لبریز میشه برادر جان جیگر شما الحمدلله اخلا بهترین نعمتی که الله داده شما کار فرمایید یا چه کارا که سبکک این همین هجومه را یا که دیگر کارها را سودا را پیشتر یا 10 سال پیشتر در همین روسیه فقط آذربایجان داشتن ارمنیان داشتن خودی الحمدلله میگم که اینا تاجیکا هم دارن سودا هجومه را دور نمیریم هجومه را 10 سال پیشتر فقط همین یا که تاتارا میکردن یا که داغستانی یا که چی میکردن چینسا میکردن خودی الحمدلله میبینیم که تمام برادران تاجیکا ما الحمدلله شکر که دوران دکان ها دورن چی جهت سوداش در چی جهت هجومش در چی جهت بالنساش در این خوش باورشون تمام جلو در بالنسا دارن این باور که ما وقتم خوش میشه در شما جانم بیاین آدرس ما میشینیم و سر یک گلاچوی در دایی میگیم ما اینم یک انسان خوب کیم برادر در شما جانم همون خطاگیر در اون گپ زنین این کامنتار باری دیگه میگم جای جمعیتی با عزت نفسی هر یک تون نرسین همین گپ خوب نمیتونین در شما جانم گپ گنده تون ننویسین مایل در شما جانم منظرت ما که کماکک غضبناک شدم شیطان در دل جا دادم من استغفر الله میگم از همه شما عذر میخوام خیر برادران عزیز واقعا در ملک غریبی خودمون یک درد کلان یک درد کلانی که داریم خودش همین نام غریبی برادران با این خاطر ما اگر درجه یکدیگرمون دستگیری کنیم بهتر و خوبتر میشه هر چی که فایدهش هم با ما نرسید زتا نام تاجیک یک از دیگر میبینم میگم وا تاجیک وقتی که دروش با تاجیکا را باید ما اثبات کنیم که ما تاجیک برادر یکدیگریم وقتی که پیشروی یک از تو بدرو 10 تا کامنتر خوب نویس یک تا دیگر درای لایک مونږ کامنتر خوب نویسه دیگر ملت میدروه تلخش میکفه میگه نگاه که 10 میلیون اهالی دارن ترانسپورت رو دستگیری یارن نگاه چی قدره جرأت نمیکنه که در یک جا ای زبانشون نسبت تاجیک یک گپ ببروه نسبت تاجیک یک سخن ناجور زنن تلخشون میکفه دیگه سلامت باشین برادران خیلی گپ پس فعال باشم معذرت میخوایم با دیگر اول ویدیو خوب بود که آخر شما نخیشید شما معذرت میخوایم خدا هر چیزی باشین الله بکنه بله برای نسرینو را خوب کردن بهتر کردن بیایم برادرها همه اینمی آدرسای ما این میروز ما در اینجاییم این آدرس سنت پترزبورگ نبرجگاه ریکا فانتان 101 نمره تلفن برادرم زنگ بزن بیاین ای حاضرین نوارت تماشا کسی برادرم الکی ما در اینجا شما را انتظاریم بیاین 4 تا پیاله اینمی چای اوچگیرا خوش دیگه برادرم میزنیم برادر با ایسو میگردیم پرچم وطن خطی آبی وطن میبینیم خیلی نسرینکم و خوب میشه با هم خاطر اگه بعض وقت انسان عصبی میشه و همه چیزا میگه فقط پیشروی شما را میخوایم خوشبختی شما را میخوایم همه شما را در همینجا انتظارم بیاین برادر یک صحبت تاجیکانه